به نام خدا. نگاره یک فارسی اول دبستان. چیزهایی که در نگاره یک اول دبستان معلم میتونه به بچه ها بگه یا پدر و مادر میتونن به بچه ها یاد بدند، میتونیم به بچه ها جهت ها رو یاد بدیم: راست، چپ، رو، زیر، بالا، پایین. این جهت هایی هستند که بچه میتونه در نگاره یک با دقت در تصویر میتونه یاد بگیره. مثلا میپرسیم از بچه تابلو بسم الله الرحمن الرحیم در کجای در قرار داره؟ میتونه بگه کنار در. یکی از هدفهای نگاره یک آشنایی با اعضای خانواده است. میتونیم به بچه بگیم با دقت در تصویر چند نفر میبینید؟ دانش آموز جواب میده 4 نفر. یا با هم میشماریم. اعضای خانواده رو براشون معرفی میکنیم: بابا، مادر، آزاده، امین. میتونیم از بچه بپرسیم چند نفرن اعضای خانواده؟ بچه میگه 4 نفر. یا با هم میشماریم. بعد از بچه میپرسیم لیوان آب یا پارچه آب کجا قرار داره؟ بچه میگه روی میز. آشنایی با زیر و رو. قرآن کجا قرار داره؟ روی تلویزیون. بعد میتونیم از بچه بپرسیم چه زمانی است؟ بچه به ساعت نگاه میکنه و میگه ساعت 8. یا با هم میتونیم بگیم ساعت 8. بعد از بچه میپرسیم 8 شبه یا 8 روزه؟ بچه میتونه با دقت در تصویر و نگاه کردن به پنجره، چون بیرون تاریک و لامپاش روشنه، بچه میتونه بگه الان شبه. و لامپ اتاق هم روشنه، پس بنابراین بچه میتونه بفهمه که الان شبه. نوشته یک نگاره یک هم برای دانش آموز مفهومی آشنا، مفهومی جدیده. میوه ها چند تا میوه داره؟ بچه میتونه بگه 2 تا پرتقال و 2 تا سیب یا 3 تا خیار. چند تا کتاب میتونیم با بچه ها کتاب ها رو بشماریم. اسم کتاب ها رو میتونه بگیم: گلستان سعدی، اطلاعات عمومی، شاهنامه فردوسی، دیوان حافظ. و اسم تمام کتاب ها رو میتونه برای بچه بگیم. میتونیم بگیم رادیو کجای میز قرار داره، کنترل کجا قرار داره، ساعت کجا قرار داره. بعد میتونیم از بچه بپرسیم آزاده بزرگتره یا امین؟ بچه جواب میده آزاده. اگه دقت کنه متوجه میشه که آزاده داره کتاب فارسی اول دبستان رو مطالعه میکنه برای آماده برای کلاس اول، اما امین کتاب داستان جوجه اردک زشت رو میخونه. پس میتونیم بفهمیم که امین هنوز به کلاس اول راه نیافته. پس در نگاره یک دانش آموز یا بچه با اعضای خانواده، بابا، مادر، میتونیم بگیم مامان یا مادر، اما توی کتاب مادر نوشته. پس بچه با مادر، بابا، خواهر، برادر، با اعضای خانواده آشنا میشه. آزاده هم داره کم کم آماده میشه برای مدرسه. انشالله در نگاره های آینده آزاده آماده برای رفتن به سمت مدرسه. بعد از آشنایی با اعضای خانواده میتونیم به بچه راه مدرسه و کم کم دیگر نهادها رو یاد بدیم. انشالله که در نگاره اول چیزی که مهمه برای دانش آموز، مفهومی که مهمه، یاد بگیره. خدا یار و نگهدار.